عرض درود و ادب دارم خدمت مخاطبان گرانقدر کانال یوتیوب فریدون. امروز افتخار داریم و در خدمت دکتر مسعود زمانی هستیم. دکتر مسعود زمانی پژوهشگر و مدرس حقوق بین الملل و روابط بین الملل در دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور هستند و همچنین عضو هیئت مدیره تیم مأموریت برای وطنم. حوزه‌های تخصصی مسعود زمانی شامل امنیت خاورمیانه، عدالت انتقالی، حقوق کیفری بین‌المللی، حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق هوش مصنوعی هستش و تحلیل‌ها و مقالاتشون در پلتفرم‌ها و نشریات معتبر بین‌المللی منتشر میشه که حالا ما در معرفی تفصیلی که از ایشون در دیسکریپشن همین ویدیو قرار میدیم میتونید شما برید اونجا ببینید و در صورت تمایل سر بزنید. ایشون علیرغم موقعیت آکادمیک برجسته‌ای که دارند، چه در ایران و چه در کانادا، مواضع آشکار سیاسی هم دارند و از الگوی پادشاهی مشروطه و بازگشت به نظم قانون محور و حکومت قانون دفاع میکنند و در واقع خلاصه بخوام بگم یک پادشاهی خواه هستند. ما امروز میخوایم در مورد بخش حقوقی برنامه دوران اضطرار حرف بزنیم با ایشون که خب تخصص ایشون هم هست و همونطور که میدونید برنامه دوره اضطرار اون به اصطلاح که ذیل پروژه شکوفایی ایران قرار میگیره 100 تا 180 روز نخست رو در بر میگیره، یعنی از روز صفر نبود جمهوری اسلامی تا نهایتا 180 روز پس از اون. در دفترچه‌ای که متعلق به این برنامه هست و به عنوان برنامه دوران اضطرار شناخته میشه، بخش حقوقی و مباحث حقوقی مربوط به این دوره زمانی هم گنجانده شده که اساسا خب برای نظم حقوقی کشور در این زمان چه باید کرد سوال هایی هست و نهایتا نگارندگان و کسانی که تصمیم گیر بودند برای این برنامه از میان 3 گزینه بازگردانی، گزینه حفظ و گزینه ترکیبی رو پیشنهاد کردند. یعنی در این دوره کوتاه قوانین غیر ایدئولوژیک موجود رو حفظ میکنن مشخصا برای این دوره کوتاه، ولی قوانین ایدئولوژیک و قوانینی که اساسا به ماهیت جمهوری اسلامی مربوط میشن رو لغو خواهند کرد. مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی از همون روز اول سقوط جمهوری اسلامی بالکل لغو خواهد شد، یا قوانین جزئی تر ایدئولوژیک، مثلا قوانینی که نهادهای به اصطلاح مذهبی مانند حوزه علمی قم رو در یک جایگاه ویژه میشونه، خب این قوانین حذف میشن از همون روز اول. و یا قوانین مربوط به طلاق، ارث، حضانت که اساسا قوانین اسلام گرایانه هستند، خب این قوانین از همون روز اول لغو خواهند شد. یا قوانینی که اقلیت‌های مذهبی رو مورد تبعیض قرار میده. حالا من در پرانتز بگم که خودم شخصا واقعا با این عبارت اقلیت برای یک ایرانی، حالا هر مذهبی داشته باشه یا هر تبایی داشته باشه، خیلی همدل نیستم، پرانتز بسته، اما حالا به عنوان اقلیت مذهبی شناخته میشن. اینها این قوانینی که این دست از شهروندان ایران رو مورد تبعیض قرار میده از همون روز اول لغو میشن. اما قوانین غیر ایدئولوژیک موجود، مثلا قوانین راهنمایی و رانندگی، برای این دوره کوتاه حفظ میشن و البته سپس و پس از تأمین ثبات در موقعیت مناسب همین قوانین غیر ایدئولوژیک هم اونطور که نگارندگان برنامه دوره اضطرار و پروژه شکوفایی ایران میگن مورد بهبود و یا اساسا بازنویسی قرار خواهند گرفت. به هر حال این پروژه که زیر نظر شاهزاده رضا پهلوی داره میره جلو و ایشون به شدت در واقع همونطور که میدونید رویه دموکراتیکی دارند و به شدت قائل به این هستند که ایرانیان باید در ذیل یک حکومت قانون دموکراتیک به اصطلاح زندگی کنن. خب حقیقتش زیاد حرف زدم، حقوقدانم نیستم، ولی به نظرم لازم بود که یه مقدمه‌ای بگم و حالا به عنوان سردبیر فریدون اینجا یه فضایی خوشبختانه تونستیم فراهم کنیم که یه حقوقدان ارجمند مثل دکتر مسعود زمانی رو دعوت کنیم و از ایشون بخوایم که به اصطلاح نظرشون رو بگن، هر نکته‌ای که لازم میدونن. جناب دکتر خیلی خوشحالم باز که در خدمت شما هستیم. من اساساً میخوام که شما خودتون آغاز کنید بحث رو در مورد برنامه دوران اضطرار، حرفای آغازینی که فکر میکنید باید زده بشه، تا من حالا یه 2-3 بحث هست که از شما مشخصاً بپرسم محورهایی رو که مطرح کنید. بفرمایید.
درود بر شما جناب کیانی عزیز، خیلی خوشحالم که باز هم میبینمتون. تشکر میکنم ازتون واسه زحماتی که کشیدید برای مجله فریدون که در تمام این سالها مشعلدار گفتمان ایرانگرایی بوده. خب بحث مسئله دفترچه گذار و در واقع اون شرایط اضطرار به لحاظ حقوقی اهمیت بسزایی داره. اول من این رو بگم که یه تقدیر و تشکری من باید بکنم از سازمان نوفتی برای اینکه اومده یک کتابچه 160 صفحه‌ای رو در مورد گذار در واقع منتشر کرده. این در جهان تقریبا بی‌نظیره. یعنی شما در انقلاب‌های دنیا که نگاه بندازید در هیچ موردی نمی‌بینی که اون انقلابی‌ها یا پایه‌گذاران انقلاب آمده باشن در یک دفترچه به این تفصیل برنامه‌های خودشون رو برای آینده اون مملکت گفته باشن. این برای بار اوله که در جهان ما همچین مسئله رو با این جزئیات داریم می‌بینیم و از این جهت قابل ستایشه. همینطور این مسئله با یکی از اصول خیلی مهم حقوقی کاملا هماهنگی داره و اون اصل شفافیته. یعنی که مردم باید در جریان ریز اتفاقاتی که قراره بر اونها اثر بگذاره قرار بگیرن. خب شما با این اصل شفافیت چند تا کار رو داری انجام میدی. اولا داری به مردم میگی که من برنامه‌ام برای گذار مشخصه و برنامه‌ام کاملا دموکراتیکه. ثانیاً داری برای بقیه که ممکنه تردید داشته باشن در مورد روند گذار برنامه رو روشن میکنی و خب با همین کار شما میای و گذار رو هم راحت تر میکنی. ما توی تئوری انقلاب ها یه بحث خیلی مهمی داریم و اونم اصل relative deprivation theory یا تئوری محرومیت نسبی و میگه که مردم احتمال قیامشون زمانی بالا میره که اونها یه تصویری داشته باشن نسبت به چیزی که میتونن داشته باشن و چیزی که دارن. خب حالا این دفترچه میاد چی کار میکنه؟ میاد به مردم میگه این چیزیست که میتونید داشته باشید. دموکراسی برای ایران، ثبات برای ایران، ثبات در روابط خارجی، یک آموزش ایرانگرا، آموزش ملی محور، نوعی حتی از عدالت اجتماعی، در واقع احترام به اقلیت‌ها از همه نوعش، اقلیت‌های قومی، نژادی، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های جنسیتی. البته همونطور که گفتی شاید واژه اقلیت در اینجا به لحاظ حقوقی هم خیلی خیلی دقیق نباشه، ولی ما برای آسان کردن تبادل به ذهن داریم این حرف رو میزنیم. بنابراین اصول کاملا مشخصه، کاملا حتی در جاهای بدیهیه، منتها داره به مردم این رو میگه که آینده برای شما روشنه و این میتونه در روند گذار هم کمک کنه. یعنی یه بحثی که یه انتقاد که مطرح شده و به نظر من انتقاد به جایی نیست این است که خب انتشار این دفترچه باعث شده که ما ذهنمون از دوران گذار به دوران پساگذار معطوف بشه، اما این انتقاد به نظر من محلی از اعراب نداره. چرا؟ چون این که مردم تصویر شفافی داشته باشن از دوران پساگذار، دوران گذار رو برای شما راحت تر خواهد کرد. خب این یک منطق در واقع کلی است که در این دفترچه جای داره و یه مسئله دیگر که بسیار 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 حائز اهمیتی اون روح لیبرال دموکراسی که بر این دفترچه جاری و ساری. من بر واژه لیبرال اینجا تاکید ویژه دارم. هدف ما از گذار در ایران فقط دموکراسی نیست. دموکراسی به خودی خود حتی میتونه آسیبزا باشه. اون چه که ما دنبال اون هستیم لیبرال دموکراسی، یعنی دموکراسی مبتنی بر حقوق فردی، دموکراسی که در اون حقوق اقلیت‌ها، حقوق فردی رعایت میشه، دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر. تفاوتش این است که شما اگر فقط و فقط تاکیدتون بر دموکراسی باشه ممکنه بیاید یک در واقع مس دموکراسی رو ایجاد بکنیم. مس دموکراسی یعنی دیکتاتوری اکثریت، ولی ما دیکتاتوری اکثریت نمیخوایم در ایران. ما اون بخشی که میتونه از تهدید مس دموکراسی برای ما جلوگیری بکنه در واقع لیبرال دموکراسی مبتنی بر حقوق فردی، دموکراسی که مالکیت شما بر بدن، بر محصول، بر محصول کارت، بر اموالت رو محترم میشماره و در این حال متوجه حقوق بشر شما هست. این نگاه در دفترچه جاری و ساریه و من فکر میکنم اگر یک فردی
به صورت ابجکتیو، به صورت بی‌طرفانه، به صورت هدفمند به این دفترچه نگاه بکنه. هدفمند منظورم این است که با یک دید بی‌طرفانه و در این حال در واقع دیدی که مبتنی بر واقعیت هست بر دفترچه نگاه بکنه، میتونه کاملا این روح دموکراسی حاکم بر دفترچه رو ببینه. و فقط با این توضیح کوچیک که این دفترچه در سال اول گذار 3 تا رفراندوم رو پیش بینی میکنه. دقیقاً. رفراندوم در واقع تعیین شکل حکومت، یعنی نه با پیش‌فرض پادشاهی نه با پیش‌فرض جمهوری، بلکه میاد مردم رو میگه در 3 ماه اول شما برید پای صندوق رای شکل حکومت رو مشخص بکنید. رفراندوم قانون اساسی که میگه وقتی که به هر صورت اون مجلس مؤسسان اومد قانون اساسی جدید رو تدوین کرد، باز مردم باید برن به قانون اساسی جدید رای بدن و حتی این احتمال رو هم منظور میکنه که ممکنه قانون اساسی جدید مورد موافقت مردم نباشه و این احتمال رو در نظر میگیره که خب حالا اگر قانون اساسی جدید در رفراندوم مورد قبول عموم قرار نگرفت، چگونه مجلس مؤسسان در روند قانون اساسی بازبینی انجام میده. و دیگری رفراندوم معطوف بر عدالت انتقالی، رفراندوم معطوف بر اینکه ملت تصمیم بگیره که در عدالت انتقالی میخواد چگونه رفتار بکنه. هر سه این رفراندوم ها برای آینده ایران یک ضرورته. خب شما در رفراندوم تعیین شکل حکومت، مسئله که با در واقع مشروطه خواهان ایدئولوژیک پیدا میکنیم اینه. ببین من که خودم پادشاهی خواهم و کاملا هم معتقدم که جریان پادشاهی در ایران نه فقط همین الان هژمونی داره، بلکه هژمونیش در حال افزایشه. بنابراین به قول قدیمیان رجای واثق دارم، کاملا مطمئنم، امید دارم و میدونم که ملت ایران در اون رفراندوم پادشاهی رو انتخاب خواهد کرد. ولی وقتی هم که این اتفاق بیفته، ما یک پارادایم جدید پادشاهی رو در ایران خواهیم داشت. پارادایمی که مشروعیت خودش رو مبتنی کرده بر مقبولیت عمومی. این یعنی شما دیگه اون انتقاد خدمتتون عرض کنم مندرس و کهنه که پادشاهی یک نظام حکومت دیکتاتوریست رو شما میتونی اون انتقاد رو از همین ابتدا کنارش بگذاری و بگی من یک پارادایم پادشاهی رو حاکم کردم که این مورد مقبولیت عموم در جامعه من بوده. خب این یعنی پارادایم پادشاهی جدید شما، پارادایم جدید پادشاهی ایرانی لیبرال و مشروطه در ایران خیلی متفاوت خواهد بود حتی از اونچه که داشتیم در قبل از 57. یعنی یک طرف مسئله این مشروعیت عمومی است که مسئله رو به شکل متفاوت رقم خواهد زد. و در مورد عدالت انتقالی هم بعضی از دوستان حقوقدانان یا افراد سیاسی میگن شما چجوری مسئله عدالت رو میایید در واقع معطوف میکنی به رأی عمومی. اتفاقا بحث مهمی است اینجا. شما در عدالت انتقالی همیشه ما با یه دوگانه مواجهیم، دوگانه جاستیس، عدالت، و پیس، صلح و ثبات. و خیلی جاها گفته میشه که peace without justice، یعنی شما صلح داری بدون عدالت، یا justice without peace، عدالت بدون صلح. خب شما زمانی که میای بحث عدالت انتقالیت رو معطوف کردی به رأی عمومی، اون در مورد اون انتخاب‌های سختی که میخوای توی روند عدالت انتقالی انجام بدی، در مورد مجازات سخت یا در مورد عفو بعضی از افراد، دیگه حمایت عمومی رو داری. یعنی دیگه اونجا اگر که قرار بر سختگیری در فرایند عدالت انتقالی، در واقع شما میدونی که اکثریت جامعه با این رویکرد شما موافقت کرده، یعنی از این دوگانه خودتو خارج کردی. اگر قرار بر عفو بعضی از افراد، باز دوباره اینجا حمایت عمومی رو داره. حتی در مورد گزینه ترکیبی، یعنی عدالت برای معماران و خدمتتون عرض کنم مهندسان سیاست‌های ضد ایرانی و ضد ملی، و عفو برای اون عاملین خرد و فریب خورده، باز در اینجا هم شما اون انتخابی که کردی معطوف بر رأی عمومیه.
توضیح این که شما در کشورهایی که در اون عدالت انتقالی صورت گرفته، مثل یوگسلاوی، مثل رواندا، فرض بفرمایید مثل کامبوج، مثل خدمتتون عرض کنم خیلی از کشورهای دیگه که روند عدالت انتقالی رو شاهدش بودن، معمولا بعد از این روندها اومدن یک سرشماری کردن از اینکه مردم چی فکر میکنن در مورد عدالت انتقالی به شکلی که در اون کشورها اجرا شده. و در خیلی از این موارد شما میبینید که مردم بعدها در سرشماری که انجام شده گفتن نه، ما خیلی اجرای عدالت رو توی این روند عدالت انتقالی ندیدیم. خب حالا ما یه کار اساسی توی دفترچه کردیم و اون این است که به جای اینکه یه روند عدالت انتقالی رو خودمون مهندسی بکنیم و بعد بریم سراغ سرشماری که بگیم مردم دوست داشتید این روند عدالت رو یا نه، با اون موافق بودید یا نه، و تازه بعد بخوایم متوجه بشیم که نظر عموم در مورد روند عدالت انتقالی چه بوده، این کار رو پیش دستانه و از ابتدا انجام دادیم. این هم در نوع خودش یه بدعت منحصر به فرده که کاملا به نظر من هوشمندانه است. یعنی یکی از هوشمندانه ترین انتخاب هایی که در دفترچه انجام شده این است که روند عدالت انتقالی رو اومده به رأی عمومی گذاشته و این شما هم یک روند، معنیش این است که شما هم یک روند عدالت انتقالی دارید، همین روند عدالت انتقالی برای شما مشروعیت دموکراتیک هم داره. بنابراین زمانی که مجازات سخت میخوای انجام بدی، حالا در مورد اینکه مجازات سخت چی میتونه باشه یا نباشه خیلی میتونیم بحث بکنیم در موردش، شما میگی که مردم من این رو از من طلب کردن و در واقع این پشتش به یک رأی عمومی گرمه که در واقع مسئله عدالت انتقالی رو برای ما متمایز میکنه. کاملا، یعنی نکته بسیار درستی گفتید، چون همونطور که میدونید شاهزاده رضا پهلوی خب این دفترچه و اساسا این پروژه شکوفایی همه بخش‌هاش به ویژه بخش سیاسیش زیر نظر ایشون پیش رفته و خب ایشون خیلی رو همین بحث لیبرال دموکراسی تاکید دارن. نکته بسیار جالب توجهی که گفتید و منو یاد یکی از فرمایشات شخص شاهزاده رضا پهلوی انداخت. ما یک گفتگویی داریم، دوستان پیشنهاد میکنم شما هم گفتگو رو نگاه بندازید یا اگر خوندید دوباره بخونید. ما در شماره 4 فریدون یک گفتگوی نوشتاری با شخص اعلیحضرت انجام دادیم که به اصطلاح اونجا ایشون میان این نکته رو میگن، دقیقاً همین بحث مس دموکراسی و استبداد اکثریت یا دیکتاتوری اکثریت که آقای دکتر زمانی گفتن، دقیقاً شخص شاهزاده رضا پهلوی اونجا به این اشاره میکنه. میگن شما باید نهادهایی داشته باشید که مقابل دیکتاتوری اکثریت وایسه. یعنی میگه در نظام ایدئال من، بعد مثال میزنن اگر اشتباه نکنم در فریدون هست، در وبسایت فریدون هم هست، بعد مثال میزنن از این که فرض کنید یا اکثریتی بگه که ما دلمون نمیخواد بهائی‌ها مثلا در ایران حق آزادی عبادت داشته باشن. خب اکثریت هم هستن، ولی آیا به صرف اکثریت بوده هم باید این اجازه رو داشته باشن که ایدهشون رو پیاده کنن؟ یعنی اونجا شما باید از حقوق اقلیت دفاع کنید. اگه اشتباه نکنم دکتر جان استوارت میل اساسا این رو میگه که میگه دموکراسی یعنی حفظ حقوق اقلیت، نه اینکه لزوما آرای اکثریت حاکم باشه. این نکته بسیار جالب توجهی بود. من در مورد فرمایش شما پیرامون به اصطلاح لزوم این که پادشاهی، خب منم افتخار دارم مثل حضرت عالی پادشاهی خواه هستم، اونجا این رو هم ما یه مقاله منتشر کردیم از امیر یحیی آیت اللهی، آقای دکتر آیت اللهی در آلمان دکترای علوم سیاسی گرفتن. اتفاقا یه بحثی دارم مبنی بر لزوم اعاده حیثیت از آن عهد مقدس و نامیرا و میگن در 57 متاسفانه، خب این غیر قابل انکاره، بخش قابل توجهی از مردم ما و بخش عمده نخبگان ایرانی متاسفانه خب پاسخ ندادن به پادشاهی، به نظام پادشاهی، به نهاد پادشاهی. خب و جمهوری اسلامی حالا اومد یه به اصطلاح رفراندومی برگزار کرد که ایرادهای خودش رو داشت، ایرادهای خودش رو لحاظ حقوقی داشت، ولی بالاخره یه رفراندومی برگزار کرد و هنوزم علیرغم اون ایرادهای حقوقی مدام میاد به اون رفراندوم مینازه. و خب چقدر خوبه که اگر حالا که اون با خواست مردم رفت، با مرگ بر شاه رفت، به اصطلاح اون نهاد بیاد و به صورت دموکراتیک دوباره برگرده، به ویژه که مردم ایران
اکنون می‌بینیم به واسطه شعارها و به واسطه نشانه‌های دیگه که چه اندازه پادشاهی‌خواهی به اصطلاح پادشاهی‌خواهی چقدر در میون اونها عمده و برجسته است. نکته‌ای دارید آقای دکتر؟ اگه نکته‌ای هست بفرمایید، چون من می‌خوام یه محور دیگر رو مطرح کنم. نکته خاص نه. ببین در مورد مس دموکراسی این رو باید در نظر داشته باشیم. اساساً کنوانسیون های حقوق بشری خیلیش بر اساس همین ترس از دیکتاتوری اکثریت بله تدوین شده، از جمله کنوانسیون حقوق بشر اروپایی که اساساً معمار کنوانسیون حقوق بشر اروپایی محافظه‌کارانی بودن که از ترس همین ایده در واقع دموکراسی سوسیالیستی اومدن و سنگ بنای کنوانسیون حقوق بشر اروپایی رو گذاشتن. بعضی از دوستان میگن که دیگه مسئله دیکتاتوری اکثریت مطرح نمیشه، این منحصر بود به فرض بفرمایید دهه 50 و 60 میلادی. خیلی اینجور نیست. شما اگر به آمریکای جنوبی و تاریخ 20 سال گذشته آمریکای جنوبی و خیلی مناطق دیگر از جهان نگاه بکنید، شما می‌بینید که در خیلی از جاها شما دموکراسی بدون لیبرالیسم رو اومدی پیاده کردی و نتیجه فاجعه بار بوده برای جامعه. در ونزوئلا، در اکوادور، در بولیوی، در خیلی از جاهای دیگه جهان شما می‌بینید که همچنان مسئله دموکراسی بدون لیبرالیسم مطرحه و همچنان اون تهدیدها بسیار جدی است و بنابراین این نیست که شما بگید نه دیگه مس دموکراسی امکانش وجود نداره. بله مس دموکراسی در خیلی از جای اروپا از جمله آلمان که در واقع تجربه سیستم توتالیتر رو داشت شاید امکانش وجود نداشته باشه، اما دلیلش این است که اون اومد یک سیستم قانون اساسی رو چید بعد از جنگ جهانی دوم که این سیستم قانون اساسی جدیدش از این مسئله جلوگیری میکرد. خب طبیعتا شما اگر یک نظام حقوق اساسی درست درمون نداشته باشی، مملکت شما اگر الان هم نه 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 20 سال دیگه ممکنه با این تهدید مواجه بشه و در این حال اون صحبت که فرمودید که بله این یک جور تجدید عهد ملت هست و به شکلی تغییر پارادایم پادشاهی در ایران که هم تداوم تاریخی رو لحاظ میکنه، یعنی هم اون دین خودش رو به تاریخ ادا میکنه، میگه پادشاهی بخشی از تاریخ، بخشی از فرهنگ، بخشی از هویت تاریخی ماست و در این حال ملت هم این رو میخواد. یعنی این یک جبر تاریخی نیست بلکه اون تداوم تاریخی همراه شده با خواست ملت. دقیقاً. و ما یه بار فکر کنم نوشتم که ما از مرگ بر شاه رسیدیم به برگرد شاه و این بسیار در واقع به نظرم نکته خوشحال کننده. یا دکتر صادقانه میگم، حالا میگن بایست داره، بله من کاملا من بی‌طرف که نیستم که کاملا بایست دارم پادشاهی خواه هستم و خب این برگرد شاه به نظرم میتونه یک تجلی به اصطلاح دموکراتیک داشته باشه از منظر اینکه خب به ویژه که موضع همیشگی و سالهای سال شاهزاده رضا پهلوی، همونطور که دوستان میدونن تمام اون بخش سیاسی برنامه دوره استقلال و پروژه شکوفایی با نظر شخص شاهزاده رضا پهلوی تنظیم شده و خب علاوه سر این مسئله برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع شکل نظام از میانه دهه 60 شاید از اوایل دهه 60 خورشیدی و دهه 80 میلادی به اصطلاح اصرار ورزیدن. آیا دکتر من بریم سراغ یه خورده مباحث تخصصی تر. همونطور که میدونید من البته اول بحثم هم گفتم ما خب در این دفترچه تو بحث نظم حقوقی کشور در دوره اضطرار، یعنی این 100 تا 180 روز، 3 گزینه بازگردانی، گزینه حفظ و گزینه ترکیبی در واقع به میان آمده و گزینه ترکیبی پیشنهاد شده. خب گزینه حفظ رو طبعا رد میکنن. گزینه حفظ یعنی حفظ قوانین جمهوری اسلامی. خب چه نگارندگان برنامه و چه حضرت عالی طبعا رد میکنید و گزینه به اصطلاح بازگردانی در واقع اینجا مورد سوال هست که خب ما چرا با بازگشت تمام و کمال نداشته باشیم به قوانین پیش از بهمن 57 و یا بازم میگم چیزی که حالا خود برنامه ازش به گزینه بازگردانی یاد میکنه و جالب خود نگارندگان هم میگن گزینه جذابیه برای خودشون هم
ولی میگن که امکانش وجود نیست. من خیلی ممنون میشم، چون با شما که صحبت میکردم شما این رو تایید میکردید که امکانش وجود نداره که ما تمام و کمال بازگردیم به قوانین پیش از سال 57. ممنون میشم توضیح بدید. سپاسگزارم. این واقعا توضیح خیلی مفصلی داره، ولی من سعی میکنم تا جایی که ممکنه توضیح کوتاه بکنم و بگم که چرا امکان بازگشت وجود نداره. ببین، اولا که دفترچه یه کاری که انجام میده، میاد یه در واقع 3 معیار رو ارائه میده با عنوان ساختار بهینه. میگه من برای اینکه برم سراغ غربالگری قوانین میخوام 3 معیار رو بسنجم. یکی امکان سنجیه، ببینم چه مسئله امکانش وجود داره. دیگری ثبات بخشیه و دیگری امید بخشی. خب با این 3 معیار میگه من میرم سراغ قوانین و گزینه‌هایی که در پیش روی من قرار داره. گزینه حفظ که off the table، اصلا واسه ما در واقع در موردش نمیتونیم صحبت کنیم. گزینه بازگردانی اگرچه دفترچه هم میگه در نگاه اول به نظر جذاب میاد، ولی واقعا ممکن نیست. به چه دلیل ممکن نیست؟ ببین، اولا بخشی از قوانین، بخشی از اون ساختار قوانین قبل از 57 الان هم ساری و جاریه. یعنی بخش بزرگی از شاکله قانون مدنی که امروز در ایران اجرا میشه همون قانون مدنی رضاشاهی مصوب 1307 و همینجور در واقع اصلاحات بعدیش در 1314 و 1311. خب این بخش بزرگی از قانون مدنی همچنان هم در اون مملکت جاری میشه. مطابق جمهوری اسلامی بعد اومد بخش‌های اسلامیش رو خیلی پررنگ کرد، اصلاح زد روش و خیلی هم اتفاقا خرابکاری کرد اینجا، مثل مسئله طلاق و ارث و وصیت و تو همین جور جاها اومد تغییرات گسترده و ایدئولوژیک داد که خب این تغییرات گسترده و ایدئولوژیک جزء همون قوانین نیست که با معیار زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی میتونه دچار بازنگری بشه در همون روزهای اول و در واقع به شکلی شاکلش عوض بشه. در خیلی دیگر از قوانین ما این شاکله کلی نظام قبل از 57 داریم. در قانون ثبت اسناد، قانون امور حزبی، قانون تجارت، اون شاکله کلی برمیگرده به همون قوانینی که علی اکبر خان داور معماری کرد و بسیاری از حقوقدانان بزرگ ایران توی تنظیم اون قوانین نقش داشتن. حالا من اسامی رو نمیگم. اما چرا بازگردانی به طور خاص در خیلی از موارد ممکن نیست؟ ببین، مثلا ما یه قانون مجازات عمومی داریم مصوب سال 53 که قانونی است که در زمان قبل از انقلاب یه قانون استاندارد بسیار خوبی، اما کل اون قانون روی هم رفته 59 تا ماده داره. خب یعنی که خیلی از مسائل روز طبیعتاً در اون قانون گنجونده نشده بود، یا خیلی از معاهدات بین‌المللی که بعد جمهوری اسلامی به هر شکلی عضو شد ولی اون کنوانسیون ها در واقع ضرری برای منافع ملی ایران نداشتن، مسائلی بودن که اساساً بعد از 57 اتفاق افتاده بودن و بنابراین و پیشرفت تکنولوژی هم باعث میشد که ما یه سری قوانین موضوعه داشته باشیم که این قوانین موضوعه اساساً قبل از سال 57 نمیتونستن مطرح بشن چون پیشرفت تکنولوژی به اونجا نرسیده بود. خب حالا ما چه اتفاقی برامون میفته اگر ما بیایم بگیم ما گزینه بازگردانی رو بدون کوچکترین کم و زیاد میخوایم اجرا بکنیم؟ تکلیف این قوانینی که همه در مورد مسائل روز بوده، نیاز مملکت هم بوده، به نحوی از آنها هم جمهوری اسلامی اومده اونها رو تصویب کرده یا یک کنوانسیون بین‌المللی در واقع تدوین شده، جمهوری اسلامی به هر صورت به هر شکل تحت فشار افکار عمومی یا بنا به ضرورت اومده اونا رو تصویب کرده، چی میشه؟ خب شما نمیتونی بیای همه قوانین بعد از جمهوری اسلامی رو بگی اینها ایدئولوژیکن، بنابراین من همه اونها رو میام لغو اعلام میکنم، ملغا اعلام میکنم و بعد برمیگردم به پارادایم حقوقی قبل از 57. این در واقع یه جور میشه اختراع گاری دیگه، چون شما میای اون قوانین غیر ایدئولوژیک رو هم اساسا میزنی زیر میز و میگی من اینا رو قبول ندارم. من یه
لیستی از این قوانین غیر ایدئولوژیک خدمتتون میدم که ما نمیتونیم اینا رو ملغا اعلام بکنیم. اساسا ملغا اعلام کردنش درست نیست. ببین مثلا قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 جمهوری اسلامی به غیر از بعضی از جرایمی که اومده در مسائل امنیتی اینا رو مطرح کرده، بخش بزرگیش قابل اعماله. یعنی چه؟ یعنی مثلا در مورد مسئله بدافزارها، هک کردن، نمیدونم دسترسی به اطلاعات فردی، فیشینگ، این چیزا اومد تو قانون جرایم رایانه‌ای مطرح شده. قانون گمرک مصوب سال 1390 مسائل گمرکی جدید، کالاها، خدمات گمرکی جدید رو اومده توش مطرح کرده. شما نمیتونی به تازه قانون گمرکی جدید بنویسی که. یا قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1182 اساساً ماهیت قانون یه قانون ایدئولوژیک نیست. قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1176، یعنی شما زمانی که میخوای ایران رو در زمان گذار کاری بکنی که تجار برن با نمیدونم سرمایه‌گذار خارجی قرارداد ببندن، اگه بیای قانون داوری تجاری روز اول بگی من اینو ملغا اعلام میکنم، خب اون تاجر به چه استناد چه قانونی بره داوری شرط داوری رو در قرارداد بگنجونه؟ قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا دچار مرگ مغزی، خب چرا بیایم قانون رو ملغا اعلام کنیم؟ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهار، قانون حمایت از اطفال و نوجوان. البته قانون حمایت از اطفال و نوجوان میتونه خیلی خیلی پیشرفته تر باشه. قانون حمایت از حقوق معلولان. چرا ما باید بریم این قوانین رو ملغا اعلام بکنیم با اینکه بگیم ما با گزینه بازگردانی میریم به پارادایم حقوقی قبل از سال 57، بعد دوباره بشینیم همه این قانون‌ها رو از نو تصویب بکنیم؟ توجه دارید؟ خب بله بفرمایید. ببخشید بفرمایید شما. ببینید خب البته مثلا امکان داره که پس از دوره استقرار، چون الان تمام این حرفا که شما میزنید و من میزنم در واقع مربوط به دوره استقراره، ولی امکان داره پس از دوره استقرار همین قوانین غیر ایدئولوژیک بهبود کیفی پیدا کنه. کاملا همینطور. ببین ما باز برمیگردیم به اون ساختار بهینه. ساختار بهینه میگه اولا شما امکان سنجی بکن. ببین ثبات آفرینی چی برای شما ثبات آفرینی میکنه؟ ببین در کوتاه مدت به هر صورت لغو این قوانین جامعه رو دچار عدم ثبات میکنه، ولی زمانی که شما از دوره استقرار رد شدی، از دوره 100 روز رد شدی، هم زمان داری هم فضای کافی رو داری که بیای همه این قوانین رو بهینه بکنی، به روزش بکنی، درستش بکنی. همه این قوانین که عرض کردم به لحاظ عنوانی مورد نیاز جامعه بوده، ولی به لحاظ ماهوی خیلی هاشم دچار اشکالات زیادیه. ولی ما بعد از اون 100 روزه اول دوران استقرار این فضا و این زمان رو داریم که این کار رو انجام بدیم. ولی ما نمیتونیم مثلا در مورد شورای خیزش ملی و دولت موقت توی دوران 100 روزه اول این انتظار رو داشته باشیم که به جای اینکه بیاد تمرکزش رو بذاره روی امنیت ملی، مثلا تمرکزش رو بذاره روی تغییر قانون داوری تجاری بین‌المللی سال 1170. این یعنی عقلانه نیست. یه پرسش دیگه، مثلا اگر شما همونطور که گفتید به درستی روایت با کاملا درستی داشتید در دفترچه از اون بخش حقوقیش، خب 3 تا به اصطلاح معیار میکنه، بحث امکان رو مطرح میکنه، بحث ثبات رو مطرح میکنه و بحث اینکه برای مردم به اصطلاح جذاب باشه و مردم در واقع بپسندن. این 3 تا معیار رو تعیین میکنه برای مسئله دوره استقرار و قوانین دوره استقرار و در واقع معیارهایی رو هم معرفی میکنه برای اینکه قوانین ایدئولوژیک سنجیده بشن و کنار گذاشته بشن از همون روز اول. حالا مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی که از همون روز اول کنار گذاشته خواهد شد به صورت کلی، ولی مثلا شما گفتید مثلا قانون پوشش، حالا قوانین. حالا من یه پرسشی دارم، خب اینا میخوان اگه اشتباه نکنم تو خود به اصطلاح برنامه اومده بود تو بخش حقوقیش که مثلا این بخش طلاق و اینها چون اسلام گرایانه است و چون ایدئولوژیک تنظیم شده این باید از همون روز اول لغو بشه. آیا امکان این وجود داره که ما بخشی از قوانین پیش از 57 رو که صورت ایدئولوژیک نداره، مرتبط هستن، به صورت در واقع چیز انتخاب کنیم و ازشون استفاده کنیم؟ اگر مثلا بحث طلاق در پیش از 57 صورت ایدئولوژیک نداشت و ما اینجا نیاز داریم که در واقع چیزی بذاریم، کار اتفاقا شورای خیزش ملی و دیوان گذار رو هم راحت میکنه دیگه. کاملا اتفاقا این خیلی گزینه کاراتر و خیلی گزینه عملی تریه.
یعنی شما در بخشی از مباحث، مثلا در بخشی از مباحث قانون مدنی مثل ارث و وصیت و اینها که جمهوری اسلامی اومده توش تغییرات خیلی منفی انجام داده، شما میتونید در روز اول بری برگردی اون اصلاحاتی که جمهوری اسلامی انجام داده رو اینها رو باطل اعلام بکنی، همون مواد سابق رو برگردونی. کار بسیار ساده‌ای هم هست. در مورد مبحث طلاق شما قانون حمایت از خانواده رو داری و یه حمایت از خانواده رو در قبل از سال 57 داری که میاد حقوق زن رو در مورد مسئله طلاق کاملا به رسمیت میشناسه. خب این خیلی کار مهمی است که شما باید در روزهای اول انجام بدی. گزینه بازگردانی به معنای عدم بازگشت به قوانین قبل از 57 در جایی که اونها میتونن به ما کمک بکنن نیست. اتفاقا برعکس، منظورش این است که شما بیایید در هر مورد جزئی نگاه بکنی و در اون موردی که قانون قبل از 57 میتونه به شما کمک بیشتری انجام بده یا قوانین ماهیت ایدئولوژیک داره رو برگردی به همون قانون، اگر به صورت موضوعی این امکان وجود داشته باشه. در مورد مسئله طلاق، در مورد مسئله ارث، در مورد برخی از حقوق فرض بفرمایید افراد غیر مسلمان در قانون مدنی و اینها این امکان وجود داره. خب پس برمیگردیم این کارو انجام میدیم. ولی در بعضی از موارد دیگر این امکان وجود نداره. یعنی مثلا من نمیتونم الان بیام دیوان عدالت اداری رو که یه نهادی است که بعد از سال 57 در نظام قضایی ایران اجرا شده رو به این اعتبار که بعد از 57 اجرا شده رو کاملا ملغا اعلام بکنم و بعد بگم خب حالا ما قبل از سال 57 که همچین نهادی نداشتیم، پس دیگه این نهاد میره و دیگه از افق حقوقی ایران ناپدید میشه. یعنی میخوام بگم که اون نگاه عملگرایانه در خیلی از جاها شما رو در واقع ملزم میکنی که برگردی به قوانین قبل از سال 57، ولی نمیتونی گزینه بازگردانی رو به صورت مطلق اجراش بکنی. انگار پارادایم رو اصلا میگه آقا من بعد جمهوری اسلامی هر قانونی تصویب شده کلا از حیز انتفاع، از حیز اعتبار ساقطه، برگردیم اینو رد میکنه و میگه امکانش وجود نداره که شما هم تایید میکنید. بله این رو خب به نظرم روشن شده باشه. من یه پرسش دیگه دارم، حالا محور آخر بحث منه، البته هر نکاتی هم حضرت عالی دارید بیان بفرمایید. خب شما نگاه مثبت دارید به برنامه دوره استقرار و بخش حقوقیش، ولی من میخوام بدونم که به عنوان یه حقوقدانی که اتفاقا دخیل هم نبودید تا جایی که من میدونم در نگارش این متن و به اصطلاح خب استاد حقوق هم هستید، در ایران هم بودید، اگر اشتباه نکنم دانشگاه شیراز تشریف داشتید، درسته؟ دقیقاً در دانشگاه بله دانشگاه پهلوی. عبارت درود بر شما، چه عبارت درست. اتفاقا من سر دانشگاه آریامر که الان شریف نامیده میشه حواسم همیشه به این نکته هست، ولی سر دانشگاه شیراز حواسم نبود که درود میفرستم بهتون. دقیقاً دانشگاه پهلوی و بعدم که الان در دانشگاه ونکوور، به اصطلاح در دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور. خب چه کم و کاسی میبینید؟ اتفاقا به نظرم نکته مهمیه. چه کم و کاسی داره این برنامه دوران استقرار بخش حقوقیش؟ چون خصوصا فکر میکنم که پیشنهاداتی گرفتن، انتقاداتی گرفتن نگارندگان و میخوان نسخه نهایی و نسخه پایانی برنامه رو بدن بیرون. ولی حالا به عنوان کسی که از دور دارید میبینید چه کم و کاسی هست در این دفترچه؟ بسیار. بله من اینو بگم که خب به هر صورت هر سندی که با این گستردگی میاد بیرون قطعا ایرادات درش به شکل ناگزیر وجود داره دیگه. یعنی خب به هر صورت این با وجود زحماتی که دوستان کشیدن در نفتی یه سری ایرادات درش وجود داره و اونها لازمه در مورد صحبت بشه و اتفاقا این دوستان هم با آغوش باز گفتن که ما این پیشنهادات رو قبول میکنیم. حدود 6000 پیشنهاد و انتقاد هم از ایرانگرایان، از جانب ایرانگرایان به سمت دفتر نفتی روانه شده. خب مسئله مهمی است. حالا من میخوام به چند تا مسئله که به ذهن من میرسید در واقع اشاره کنم. یکی مسئله رهبر دوران گذاره که من فکر میکنم اختیاراتش به صورت در واقع واضح در دفترچه تصریح نشده. من فکر میکنم که رهبر دوران گذار که شخص شاهزاده باشه لازمه که یک سری اختیارات وسیع داشته باشه در سامان دادن رابطه بین دولت گذار، دیوان گذار و همینجور شورای خیزش ملی. خدمتتون عرض کنم که حالا که تبدیل میشه به شورای گذار به شکل دیگه، به این معنی که
این رهبر دوران گذار باید بتونه داوری بکنه در مورد اختلافات احتمالی بین این دوستان. در این حال باید این امکان برکناری رو هم داشته باشه در جایی که میبینه فرایند سیاسی در دوران گذار به بنبست رسیده. این بخشی از در واقع اختیاراتی است که شما باید برای رهبر دوران گذار به رسمیت بشناسی. کلا این نسبت بین رهبر گذار و رئیس دولت گذار و شورای خیزش ملی خیلی جای شفافیت بیشتری داره. چرا؟ چون مثلا ما نمیدونیم که آیا یک عضو شورای خیزش ملی میتونه در دولت گذار هم نقش داشته باشه یا نه. خب اگر این اتفاق بیفته مثلا یک فرد ممکنه 2 تا 3 تا پست بگیره و این 2 تا 3 تا پست گرفتن خودش میتونه یک حالتی از اختیارات کنترل نشده رو ایجاد بکنه. این بحث در واقع ریزی هست که باید توش به صورت کلی شفافیت بیشتری وجود داشته باشه. حالا جالبه این که بگم، چون خیلی از اون طرف هم حالا کسایی که به اصطلاح آشکارا خب مقابل، یعنی آشکارا با شاهزاده رضا پهلوی مخالف هستن، اتفاقا میگفتن که مشکل این به اصطلاح برنامه اینه که به رهبر دوران گذار اختیارات وسیعی داده و عملا نهادی در دوره اضطرار رو ایشون نظارت نمیکنه. البته یک چیزی هم آقای دکتر قاسمی نژاد میگفت که به اصطلاح یک انتقادی که شده بود و به نظر من هم انتقاد درستی بود، آقای دکتر قاسمی نژاد هم توی یکی از برنامه‌شون گفتن که آقای دکتر قاسمی نژاد اسمشون رو میبرن به خاطر اینکه از گردآورندگان و مدیران این دفترچه هستن، میگفتن که مثلا این بحث انتقاد شده بود که این فرماندهی نیروی مسلح، فرماندهی در واقع باید به صورت مستقیم زیر نظر شخص رهبر دوران گذار و شاهزاده رضا پهلوی باشه که خب این رو دقیقاً میخوان اعمال کنن. انتقاد درستی هم بود. و حالا ولی میخوام بگم برخلاف فرمایش حضرت عالی، از اون طرف یه عده میگن که خب چقدر اختیار داره ایشون، کی رو ایشون نظارت داره؟ بفرمایید. نه ببین یه عده هستن که شما هر چی اینجا بیاری باش مخالفت یعنی یه اون آدمایی که نگاهشون به مباحث ایدئولوژیک مسئله منافع ملی رو نبینن، مسئله مقدورات و محظورات کشور در دوران اضطرار رو نبینن، هر چی که شما اینجا بیاری باش مخالفت میکنن. ولی واقعیت اینه چون رهبر گذار به شکلی نماینده اون اراده ملیه و در واقع ملت رو نمایندگی میکنه، این اختیارات وسیعش در چنین حالتی هیچ مشکلی نداره. ضمن اینکه ببین شما در دوران گذار اصلا این مبحثی داری به اسم plenipotentiary authority یا interim authority، اختیارات فوق‌العاده. شما باید بتونی برای کسی که مورد وثوق ملت هست اختیارات فوق‌العاده تعریف بکنه. رئیس دولت گذار ببخشید دکتر، یعنی اینی که میگی در واقع یه نرم حقوقی بین المللیه؟ کاملا یعنی رو رهبر دوره گذار در اون دوره مثلا اضطراری نظارتی وجود نداره، نهادی وجود نداره که رویشون نظارت داشته باشه. ببین در مورد رهبر گذار یا دولت گذار بستگی به کانتکست هر کشور فرق میکنه. ما کاملا یه نرم حقوقی بین المللی داریم که به این معنی که در دوران اضطرار اختیارات قوه مجریه افزایش پیدا میکنه. این حتی در پیشرفته ترین سیستم های حقوقی هم پذیرفته شده است. کنوانسیون حقوق بشر اروپایی در ماده 15 کنوانسیون صریحا اعلام میکنه که در موارد اضطراری دولت‌های عضو حق دارن که موادی از کنوانسیون حقوق بشر اروپایی رو تعلیق کنن. یعنی چه؟ یعنی شما میایین مثلا حتی مواد خدمتتون عرض کنم پذیرفته شده در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی رو در دوران اضطرار تعلیق اعلام میکنی برای اینکه بتونی با اختیارات فوق‌العاده مملکت رو اداره بکنی دیگه. خب پس اینکه در این برنامه در اون دوره اضطرار نهادی یا فردی نیست که روی شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوره گذار نظارت کنه، کاملا قابل قبوله. کاملا قابل قبوله و البته این نکته رو هم اضافه کنم، فکر میکنم حالا تصحیح کنید لطفا من رو، احتمالاً در واقع مفروض اینه که یک اعتماد متقابلی بین قاطبه ملت و ایشون وجود داره، درسته؟ کاملا همین. واسه همین هم هست که اختیارات رهبر دوران گذار در اینجا میتونه به شکل وسیع‌تر تعریف بشه. چرا؟ چون شاهزاده نماینده
ملت در کل این دوران گذار و تنها فرد مورد وثوقه. البته این به این معنی نیست که مثلا رئیس دولت گذار مورد وثوق کاملا در واقع مردم نیست. نه، رئیس دولت گذار هم ممکنه هم فرد متخصصی باشه، هم کاملا ایرانگرا باشه، هم کاملا وطن دوست باشه، ولی اون فردی که مورد اعتماد ملت و این فرایند رو داره رهبری میکنه، خب شاهزاده است. این اعتماده هم برای شاهزاده تعهد ایجاد میکنه، هم حقوق ایجاد میکنه. یعنی اگر شما به فردی داره فردی به شما تعهد ثبات میده، نمیتونه که از حقوقی که باعث اون تعهد ثبات بشه که بگه خب من این تعهد به شما میدم ولی خودم هیچ حقی ندارم که اینجا برای شما بیام و هیچ کاری انجام ندم. یعنی من حقی ندارم که نظارت نکنم، حقی ندارم که فرمانده کل نیروهای مسلح نباشم، حقی ندارم که بر دستگاه امنیتی خودم نظارت نکنم. این مسئله غیر منطقی و غیر عقلانیه. هیچ سیستم حقوقی این رو نمیپذیره. خب اتفاقا اینجا شما شاهزاده رو نیاز داری، رهبر دوران گذار رو نیاز داری که بتونه این روابط بین قوا رو تنظیم بکنه که اختیارات اونها به حقوق ملت تجاوز نکنه. یعنی چه؟ یعنی شما فرد شاهزاده میشه ضامن حقوق ملت در برابر نقص‌های احتمالی که ممکنه وجود داشته باشه. این در همه سیستم‌های حقوقی پادشاهی هم وظیفه پادشاه، یعنی مراقب حقوق ملته، ضامن حقوق ملت و مراقب حقوق ملت. شما در سیستم پادشاهی وقتی که قانون حالا ما که فعلا در واقع به عنوان رهبر دوران گذار داریم به شاهزاده نگاه میکنیم، ولی حتی در سیستم‌های پادشاهی قانون اساسی رو کی امضا میکنه؟ پادشاه امضا میکنه. چرا امضا میکنه؟ دقیقا مثل امضایی است که رئیس بانک مرکزی روی اسکناس ها انجام میده. رئیس بانک مرکزی داره دیون رو به مردم تضمین میکنه دیگه. پادشاه زمانی که امضا میکنه یعنی اینکه من حق ملت رو تضمین کردم. حالا شما میای به رهبر دوران گذار اتفاقا اختیارات گسترده میدی برای اینکه حقوق ملت نقض نشه. این کاملا پذیرفته شده است و نیازه. خب حالا توی دفترچه اگه این بیاد یکم تصریح بیشتری داشته باشه، من متوجه هم که شما در جاهایی هم نیازمند به اون چیزی هستی که میگن constructive ambiguity، یعنی ابهام سازنده، یا حتی بهش میگن strategic ambiguity یا ابهام استراتژی. در جاهای مورد نیازه، ولی در جاهایی هم نه. در جاهای شما این حق رو داری که صراحت داشته باشی و صریح اعلام بکنی برای اینکه بعدها در مسائل احتمالی دچار مشکل نشی. یه مسئله دیگه هم که من فکر کنم جا داشته باشه در دفترچه در واقع اعلام باشه این است که چه خوب میشد دفترچه یک لیست رو تهیه میکرد از قوانین روز نخست. قوانین روز نخست قوانینی هستن که در روز اول گذار ملغا اعلام میشن. خب یعنی و خیلی هم کار ساده ایه. شما میتونی بیای به آگهی‌های روزنامه رسمی جمهوری اسلامی نگاه بکنی، خیلی ساده با هوش مصنوعی، با دیتابیس‌های هوش مصنوعی میشه این کارا رو انجام داد. شما بری یه در واقع تحقیق کوتاهی انجام بدی، یه لیست 30 تا قانون فکر میکنم برای دفترچه گفتنش خیلی قشنگ باشه که بیاد بگه که من این قوانین رو در روز نخست کامل باطل اعلام میکنم. خب البته خب همون قوانینی که مثال زدم و تو اون جدول گنجوندم بر اساس همون 6 شاخص دو بخش شعار تا حدی اینو تامین نمیکنه. این کارو میکنه، ولی مثلا در مورد قانون مجازات توی دفترچه مشخص نیست که آیا قانون مجازات در کلیتش روز اول ملغا میشه یا در کلیتش نشا میایید اون 6 تا معیار رو اعمال میکنی، هر جا که این 6 تا معیار نخون اونجا رو در واقع ببین. بازم مسئله خیلی پیچیده میشه، چون ببین قانون مجازات جمهوری اسلامی هم با اینکه قانون مجازات بسیار ضعیفیه، قانون مصوب سال 92 و یه سری اصلاحات کوچک درش داده شده در 96، با اینکه قانون بسیار ضعیفیه، با این وجود یه بخشای غیر ایدئولوژیک داره. مثلا یه جای فرض بفرمایید جرائم علیه سلامت رو نسبت به قصور پزشکی اومده جرم انگاری کرده. خب این یه چیز طبیعی است. خیلی جاها شما میبینید در مورد ارتشاد میاد قوانینی داره جرم انگاری کرده اینها، ولی شما باید تکلیف خودتو با قانون مجازات بدونی. یعنی میخوای با قانون مجازات چی کار بکنی؟ اگر که قانون مجازات رو میخوای کامل ملغا اعلام بکنی، از همین الان لازمی که ما بیایم
و یه تمهیدات رو بیاندیشیم، یه متنی رو داشته باشیم و بدونیم در این حال یه متنی رو داشته باشیم که هم بیاد یه تقسیم بندی علمی از مسائل جرایم و مجازات بده، نه این تقسیم بندی فقهی که قانون مجازات جمهوری اسلامی داده، و همین که بیاد در واقع تکلیف اون بخش‌های غیر ایدئولوژیک قانون مجازات هم روشن کنه، بیاد تو این قانون مجازات جدید اینو بگنجونه. اگر که من دارم این کار رو انجام میدم، یعنی من به واسطه بعضی از دانشجویان، در واقع یک گروه 20 نفره از دانشجویان دانشگاه بریتیش کلمبیا و دانشگاه سایمون فریزر رو انتخاب کردم که داریم رو مسائل قوانین با هم دیگه در مورد قوانین گذار کار انجام میدیم که بعد بتونیم یه سری پالیسی پیپر ها رو در راستای دفترچه ارائه بدیم، یعنی زیر مجموعه دفترچه بیایم بگیم ما این کارا رو انجام دادیم، به نفتی ارائه بدیم که این در روز گذار بیاد به شکل مورد استفاده. یعنی شما پیشاپیش یه سری چیزا رو آماده کردین، یعنی بر حسب این نگاه انتقادیتون که به اصطلاح اون کم و کسری که وجود داره دارید این کم و کسری رو رفع میکنید که به نفتی ارائه بدید. بله دقیقاً. دارم سعی میکنم که این مسئله رو در سه مرحله انجام بدی. من فکر کنم البته اینم کم کاستی دفترچه نفتی نیست. تو این همون کانستراکتیو منر که هم میگن دیگه، واقعا این به اصطلاح خیلی هم عالی، خیلی امیدوارم بتونه همون به اصطلاح نقد سازنده که میگن تجلیش همین رفتار شما. برای من خیلی جالب بود، یعنی الان گفتین این کم کاستی رو مد نظر داشتین، آماده هم کردین که پیشنهاد خودتون رو به نفتی ارائه بدین. فکر میکنم که باید خیلی هم استقبال کنن بابت این مسئله، چون شما عملا دارین یه آلترناتیو هم بهشون پیشنهاد میدید. امیدوارم. یعنی ببین به هر صورت نفتی هم یه سازمانی است که نیروهای محدود داره، توی این برهه زمانی محدود نمیتونه بیاد همه مسائل رو تک تک انجام بده. خب شما باید به عنوان یه فردی که تخصص داری، وظیفه ملیت اینه که تا جایی که میتونی به این روند کمک کنی و بیای به تیم نفتی کمک بکنی برای اینکه یه سری برنامه‌ها رو مشخص‌تر اعلام بشه. در این حال هم ببین دفترچه خب یه محدودیتایی داره، مثلا دفترچه نمیتونه بیاد به صورت جزئی ساختار دیوان گذار و تک تک واردش بشه، میاد به صورت کلی اینها رو میگه. اون اجرای جزئیاتش در واقع وظیفه متخصص ایرانی است که من حالا به حسب تخصص خودم که بخشش حقوقیه اومدم 3 تا کار رو با این دانشجو انجام بدیم. یکی این که ساختار قضایی رو چجوری اصلاح بکنیم در دوران پساگذار، یعنی که این دیوان گذار چجوری میتونه یک ساختار بهینه داشته باشه. 2 در مورد قانون مجازات چی کار میتونیم انجام بدیم، یعنی چگونه بیایم قانون مجازات جدید رو ارائه بدیم. در مورد مسئله اجرای احکام معوق چگونه میشه عمل کرد و در مورد عدالت انتقالی چگونه میشه یک سیستم عدالت انتقالی رو اجرا کرد که هم برآورنده مقتضیات عدالت باشه، هم در واقع به شکلی در راستای خواست ملی باشه و با استانداردهای بین‌المللی هم سازگاری داشته باشه. خب این کاری است که الان میتونیم انجام بدیم. در مورد خیلی از مسائل هم واقعا پیچیدگی‌هایی وجود داره که شاید الان نفتی نه فضاشو داشته باشه نه زمان درسته باشه که بهش پرداخته باشه. من فقط یکی از اینا رو خیلی کوتاه جناب کیانی عزیز بهش اشاره بکنم. ببین مثلا ما در مورد اجرای احکام یه مسئله اساسی خواهیم داشت. ببین توی استان تهران به تنهایی ما سالانه بین 250,000 تا 400,000 تا پرونده کیفری داریم. خب وقتی که این همه شما ترافیک پرونده کیفری داری، اتفاقی که میفته اینه که سیستم قضایی ترافیک اجرای احکام بسیار زیادی داره. مثلا تعدادی افراد به زندان محکوم میشن ولی خب باید این زندان واسه زندانشون بعدا میان خودشون رو معرفی کنن. شما الان به زندان فرض بفرمایید که محکوم میشید ولی 1 سال بعد بری به زندان خودتون معرفی کنی. خب نه برای جرم ایدئولوژیک، اصلا منظور اون مسائل ایدئولوژیک جرم سیاسی و اینها نیست، برای فرض بفرمایید سرقت، برای ارتشاء، برای اینجور مطالب. خب من فکر میکنم که ما فقط در استان تهران حدود 170,000 تا پرونده اجرای احکام معوق سالانه داشته باشیم که اینا با توجه به ترافیک سنگین قضایی در ایران و این سیستم فشل قضایی جمهوری اسلامی همین جور روی همدیگه انباشته شده. خب شما حالا میای وارد سیستم قضایی میشی که اجرای احکام معوق زیاده. از یه طرفی با خودت فکر میکنی که خب من اگر بخوام بیام اون احکام
مثلا غیر متناسب جمهوری اسلامی رو الان اجرا بکنم که درست نیست و اون اعتماد ملی به شکلی سلب میشه. از طرفی هم مثلا اگر بیام واسه فردی که به شکلی بهش میگیم سارق به عادته، مثلا فرض بفرمایید 15 تا 20 تا مورد سرقت داره، بیام اون حکم اجرا نکنم ممکن امنیت اجتماعی رو مختل بکنم. خب حالا من باید بیام یه راه حلی داشته باشم واسه این ترافیک بسیار شدید خدمتتون عرض کنم قضایی که در ایران وجود داره. سال 96 لاریجانی که رئیس قوه قضاییه بود در اون زمان با افتخار میومد میگفت که ما سالانه 15 میلیون پرونده قضایی رو بهش رسیدگی میکنیم. یکی نیست بیاد بهش بگه خب شما سالانه 15 میلیون پرونده قضایی داری، یعنی وضعیت اجتماع به شدت وخیمه که شما سالانه 15 میلیون ورودی پرونده قضایی داری دیگه. در سال 2014 بی بی سی، البته اونم با همون چیزایی که از بی بی سی انتظار داریم، یک گزارشی داده میگه از هر 8 نفر ایرانی 1 نفر پرونده قضایی داره. خب من فکر میکنم الان با شرایط اقتصادی که در ایران هست از هر 3 یا 4 نفر در ایران 1 نفر پرونده قضایی داشته باشه. حالا این پرونده قضاییش میتونه کیفری باشه، میتونه حقوقی باشه و غیره. خب شما باید برای در مورد این اجرای احکام، در مورد این ترافیک سنگین قضایی و اینها یه تمهیداتی رو از قبل بیاندیشی. در مورد سافتورها، نرم افزارهای هوش مصنوعی که توی این زمان میتونه به شما کمک کنه یه برنامه‌ای داشته باشید. و در مورد اینکه میخوای با سیستم مثلا قضات چی کار بکنید، چون یه اتفاقی در دوران گذار میفته و این در دوران گذار در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده، اینه که شما باید 2/3 یا نصف از قضات حاضر رو به هر شکل یا اخراج بکنی یا به صورت اجباری بازنشسته بکنید، چون اینا یا آخوندن یا فرض بفرمایید به لحاظ ایدئولوژیک رفتن در مسند قضا نشستن و در این حال هم نیاز به تعداد زیادی از قاضی داری. در ایران به صورت متوسط هر قاضی ماهانه 100 تا پرونده قضایی رو بهش رسیدگی میکنه که اصلا مسخره است. یعنی همچین چیزی که این اتفاق میفته یعنی نقض عدالت. خب یعنی چه؟ یعنی شما در کوتاه مدت نیازمند تعداد زیاد قاضی هستی که کار مردم لنگ نمونه. اینا چیزایی است که دفترچه شاید نمیتونه و نباید الان بهش اشاره بکنه، ولی شما به عنوان متخصص در رشته خودمون باید بهش فکر بکنیم و ببینیم چه کاری میتونیم انجام بدیم که در دوران گذار چرخ مملکت به چرخه. اگر این مملکت به این شکل به دست ما رسیده همچنان چیزی داره درست توش عمل میشه، به واسطه تمهیداتی بوده که نخبگانی مثل رضا شاه کبیر، علی اکبر خان داور، نمیدونم تکنوکرات هایی که در ایران هر کدوم نقش داشتن، عبدالمجید مجیدی، هر کدوم در رشته خودشون کار میکردن رسیده. ما هم الان این وظیفه تاریخی رو داریم که به شکلی اون نقش رو برای مملکتمون به هر طور ممکن ایفا بکنیم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، نکته خیلی دقیقی گفتین. یعنی اون به اصطلاح چشماندازی که دادین به خصوص تو بحث اجرای احکام خیلی جالب توجه بود که چه اندازه در واقع کار جدیه، چه اندازه و به حسب این مسئله کار رو باید جدی گرفت. بسیار خوشحال شدم که حالا در خلال این بیان کم و کاستی ها گفتین که یه سری کارا رو دارین انجام میدین خودتون به عنوان پیشنهاد که ارائه بدین به مفتی. امیدوارم که باز هم در واقع بتونیم شما رو داشته باشیم حالا تو مباحث جزئی تر. مثلا فکر کنم همین بحث قانون مجازات خیلی خودش در واقع بحث مفصلی رو به طلبه در قالب حالا برنامه‌ها، یه برنامه از دست کم با شما باشیم در این قالب، در باب همین موضوع صحبت کنیم. به ویژه مثلا وقتی این نسخه ویراسته همین برنامه مرحله اضطرار بیاد بیرون. من دوستان خیلی سپاسگزارم اگر تا به اینجا گوش کردید یا تماشا کردید. من بسیار باز هم سپاسگزارم از دکتر مسعود زمانی. میدونم استادی دانشگاه خیلی وقت داره و به هر حال ایشون سرشون شلوغه و اومدن اینجا و با ما بودند. اگر نکاتی رو، پرسش هایی رو در قالب همین بحث حقوقی مد نظر دارید لطفاً بنویسید در قسمت نظرات و کامنت های همینجا، چون من فکر میکنم که میتونیم این افتخار رو داشته باشیم که از حضور دکتر مسعود زمانی دیگرباره برخوردار باشیم و اون پرسش ها رو باشون به اشتراک بذاریم. خب آقای دکتر نکته دیگه ای ندارید؟ ما خدا سپاسگزارم جناب کیانی، سپاسگزارم از گفتگوی خیلی خوبی که داشتیم و امیدوارم باز هم این فرصت مهیا بشه که بتونیم گفتگوهای دیگری رو در قالب‌های دیگری در خدمتتون در مجله فریدون باشیم و انجام بدیم. خواهش میکنم دوستان، بسیار سپاسگزارم. زنده باشید.